بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، یکایک شما رو به مصاحبه امروزه خوش آمدید میگویم و همچنین استاد رو خیر مقدم میگویم. امروزه مصاحبه خیلی مهم است. راستی که ها با همراه استاد در این موضوع میخواستم صحبت کنم. امروزه موضوع اهل تشیع است، مذهب شیعه است. کی پیدا شدند، اصلا آنها کی هستند، یا برای چی در جامعه که امروز اکثریت یا کل جامعه ما مذهب اهل سنت و جماعت هستند و در مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، آنها بین این جامعه تفریقه انداخته ایستاده‌اند و فرق ما اهل سنت و جماعت از مذهب شیعه تشیع چی است؟ خلاصه به تمام این سوال ها امروز شما بینندگان جواب خود را خواهید گرفت. استاد، نخستین سوال این است که چرا امروز ما این موضوع را گشاده ایستاده ایم؟ آیا ما قضیه های از این مهمتر نداریم یا این قضیه امروز در جامعه تاجیکی چه اهمیت دارد؟ برای چی ما موضوع تشیع را گشاده ایستاده ایم؟ بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در حقیقت موضوع مهم است. مقصد هدف ما از این چیز یعنی که تحقیر، دشنام یا پس زدن یگان فرقه نیست. بله. هدف یک سردی تاریخی پیدایشی همین فرقه هست به سبب اون که بعضیا امروز به همین چیز مردم را دعوت کرده شدند و مقدسات اکثر کل مردم تاجیک را زیر پا کرده شدند، یا آشکارا یا نیم آشکارا. مقصد ما بیان کردن همین چیز. اصلا ما کار نداریم مردم کدام مذهب قبول میکنه، کدام دین قبول میکنه. این اختیاری هر یک شخص است. بله. نه مسلمانی مجبوری است و نه در مذهب مثلا معین بودن هم چیزی مجبوری نیست. لیکن باز هدف دیگر ما این است که میخوایم که جوانان رو حفظ کنیم از این غلو و از این تطرف و از این تندگرایی. مثلا میبینیم که در همین عقیده افراط و تفریط خیلی زیاد است. بریم این چیزها بیان کرده میشه برای خاطر اون که جوانای ما، یعنی که جوانای ما که اصلا مثلا در این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، برای اونها باید بیان کرده شود. هم عقیده ابو حنیفه بیان، هم عقیده اون طرف دیگری که طعنه به چی به امام ها میزند، چی صحابه سی تعظیم میکنند مثلا. بله. حتی ما یک استاد نوار کردگی هستیم و سلکش رو در زیر نوار میمونیم درباره فضیلت صحابه، آنها که بزرگان ما بودن، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. میتونند دوستا از این نوار مشاهده کنند. سبب مهمی دیگر این است که برادر مسلمان ها در بنبست تمدنی قرار دارند و یا پروژه لازم است که مسلمان ها به پا خیزند و به نهضت خیزند. از همین لحاظ برادر اگر جامعه چقدر در گرد اطراف یک عقیده یک شود، مثلا در گرد اطراف همون جمع شود، اگر مثل یک ستون مهره سالم است که میتواند تمام وزنه ها رو تحمل کند و بردارد، اما مادام در اون زد و خوردهای مذهبی باشد و طعنه به مقدسات این یا اون مثلا مذهب باشد، اینجا هیچ یگان پروژه‌ای که جامعه رو با پاخیزانت برپا کردن امکان ندارد. مثال زندهش همین عراق است. مثلا عراق ببینیم در زمان مرحوم صدام حسین مثلا میگن که 3-1 ازدواج ها آمیخته بود. یعنی مردم فرق بین سنی و شیعه نمیکردن. لیکن بعد اون که امریکا اونجا رو استیلا کرد و به دخالت دولت همسایه عراق مثلا مردم مثلا یک حکومتی آمد که حکومت یک مذهبی است، مثلا حکومت تندرو است، فتوا صادر کردن که مثلا ازدواج این طایفه به این طایفه حرام است. که نتیجه شدیدی شدم که تا حال عراق مثلا 21 سال شده به خود ناآمده است از این مشکلات. بریم این جامعه در گرد اطراف یک عقیده جمع شدنش خیلی مهم است برای ساختن گفتم پروژه ها. مثلا ببینید یعنی که این چیزا به نظر انسان عادی میتونه، لیکن وقتی شما مشکلی در چی از وقتی شما در مسجد میشینید یک کس میگه که اشهد ان علی ولی الله، حالا اینکه اونجا 90 چند فایز مردم این عباره با این شناس هم نیست، یا اینکه شما میاد مسجد بسم الله میگید و میگه بسم الله تعالی. شما نماز میخونید و همراه خودش مهر میبرد مثلا نماز میخونه، که البته در جامعه نافهمی و بلبلی و ناتنجی ایجاد میکنه. یعنی تاجیکستان اصلا گریم میشد بگیم که دو مذهبی رسمی داره، یکی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و هم یکی دیگه مذهبی برادرای اسماعیلی ما که در پامیر زندگی میکنن. یعنی که 100 ساله ها باز یک جای زندگی نشه، اون مشکلی نیست بین مثلا پیروای مذهب ابو حنیفه و مردم اسماعیلی. بریم مذهب زیادی رو آورده مردم به بلبل انداختن، این کار خوبی نیست.
و واقعا آن امام خطیب ها یعنی بر دوش آنها واجب است که مقابل این نفرهایی که امروز میخواهند میان جامعه تفریقه اندازند و چقدر میدیدیم که ما علیه مثال انسان هایی که بدون مذهبی دعوت میکردن امام خطیب ها خطبه ها میکردن. برای مشکلی هم با همین اصلا اینکه مشکلی با اونایی است که میخوان گسترش این مذهب رو بین یک جامعه سنتی تاجیک بین این جامعه که پیروی مکتب اهل سنت و جماعت هستند یعنی که نشر کنن. مشکلی با اونا هست. بله. مشکلی به یک مذهب معین نیست. مشکل به مذهب گفتم که در اول که خواهشیه شوی خواهش چیزی شوی لیکن در جامعه‌ای که اونجا مردم چه هستن شبه افکنی و تفریق اندازی نکنن به مقدسات آنها در سخن کردن درست نیست. بله استاد. خب اگر ما از جهت تاریخی نگاه کنیم این مذهب کی پیدا شده است؟ تاریخ مختصر مذهب اهل تشیع بیان می‌کنید. بله این هم یک سوال خیلی مشکلی است زیرا که شیعه ها رو زیر یک چتر جمع کردن هم خیلی مشکل است. یعنی که اونها یک دو مذهب نیستن. یعنی طبق همون مؤلفی که درباره کتاب فرق شیعه می‌نویسند نوبختی زیاده از 70 فرقه است. فقط در داخل خودی همین فقط در داخل خودشون. برای اون یعنی که وقتی میآیند و بعضی اونا رو یک چتر فکر میکنن غلط است. یعنی حال هم وجود دارن چی حالی که اونها هم یک چند فرقه دارن مثلا یک چند مرجع دارن که ایناش به ایناش مثلا گوش نمیکند ایناش نشه شاید که بدعت چی میبرد و خرافات چی میبرد و بیناشون هم مشکلی هست. اما اگر لفظ شیعه رو بریم میتونیم بگیم که در عصر یک دیگه معنی داره، در عصر دو معنیش دیگر بشه، در عصر سه دیگر معنی بشه. مقصد عصر یکی هجری عصر یکی هجری رو دارن. بله عصر زمان که بعد از اختلاف بین معاویه و علی رضی الله عنه و بعد این مشکل های کربلا و اینا دیگه. یعنی ببینیم اونایی که برای اونها مثلا اطلاق میشد شیعه در زمان علی اینا مقابل اونها مثلا میگفتن شیعه معاویه، شیعه علی و شیعه معاویه. شیعه به معنای یاور یعنی که پیرو طرفدار به همین معنا هست. محب. بله برای اون میگفتن که شیعه علی و شیعه معاویه. مثلا لشکر علی رضی الله عنه ببینیم صحابه خیلی زیاد بود در بین اونها، تابعین هم بودن مثلا و اونها ابوبکر و عمر اعتراف داشتن. مقصد من گفتم که فرق میکند همین است. در اصل اول وقت اونایی که مثلا اونها با اونها کلمه شیعه علی اطلاق میشد اونها ابوبکر و عمر دوست می‌داشتن، محبت داشتن با اونها. مثلا در شکل نمازخانه‌شون مثل همین نمازخانه ما بود، جنازه خانه‌شون مثل ما بود مثلا، فرقی نداشتن. بریم ببینیم که صاحب کتاب مستدرک الوسائل یه عالم شیعه هست. از چیزی که در اکران دیده شده میگه که و من هنا يعلم از اینجا دانسته میشود که ان الذين قتلوا مع امير المؤمنين عليه السلام في الحروب الثلاثه كانوا شهداء و فیهم کثیر ممن كانوا یتولونهما. خب میگه از اینجا معلوم میشد که اونهایی که همراه امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه کشته شدن در این جنگ سیگانه، مثلا چه جنگ جمل باشد، چه جنگ صفین و جنگ نهروان که با چیا بود خوارج بود، میگه اکثر اونها من عباره میگه کثیر منهم، یعنی باید دقت داد. اکثر اونهایی که با علی بودن میگه یتولونهما. بعد اینجا ببینید چی مونده از رقم مونده در حاشیه در پاورق میگه که ممن كانوا يتولون الخلیفتین الاول و الثانی، یعنی اونهایی که با خود دوست میگرفتن. یتولون از کلمه ولی هست، برای خود اونها رو ولی یا ولی میگرفتن، خلیفه اول و خلیفه دوم، یعنی ابوبکر و عمر. دشمنی با اونها نداشتن. بله دشمنی با اونها نداشتن. اینکه برای ما گفتیم که باری دیگر میگیم که شیعه در عصر اول دیگر بود، در عصر اول هجری، در عصر دوم هجری دیگر، در عصر 3 هجری دیگر، در عصر 4 تمام دیگر مفهوم گیرش به خودش. یعنی پای در پای اونها هر عصر تا رفت غلو به غلو روی آوردن. یعنی دوستان علی نبودن که اونها مثال لعن نمیکردن و دوستاری هم دوستاری علی و اهل بیت بودن، هم دوستاری اختلاف سیاسی است. یکی باید حاکم باشه. اونجا اختلاف عقیده نبود، اختلاف مثلا گریم طرز نمازخوانی نبود، طرز خداشناسی نبود، مثلا فتوا نبود، اختلاف در اون چیز. مشکلی سیاسی بود، لیکن اومدن متاسفانه به مشکلی عقیدوی تبدیل دادن. یعنی اگر ببینیم اگر
شیعه علی و شیعه معاویه یک جای نماز جماعت میخوندن. چه در کتاب تاریخی اومده است وقتی نماز جنگ میکردن، وقتی نماز یک جای عقفا یک امام نماز میخوند. وقتی میمردن مردارشون جمع میکردن یک جنازه میخوندن با خاک میکردن یک جای. خیلی که در مثلا جنگ چی میبینیم، جنگ جمال مثلا یا داریم خود صفین هم مثلا مسجد داشتن. یا اونایی که مثلا شیعه گفتیم از در زمان علی رضی الله عنه، اونا مثلا حسینی نداشتن، از اون نداشتن، خمسلی نداشتن، مثلا نمازشون بالی مهرم نمیخوندن اونا. یعنی اونجا فقط در یعنی که در این مسئله سیاسی اونها با حضرت علی هم فکر بودن. یعنی از این گفته ها استاد معلوم میشود که آنها خیلی از آن شیعه که در عهد علی بودند خیلی دور رفتند و امروز هم از گفتهات هم معلوم میشود که یعنی خیلی فرقه های زیاد دارند. برای چی اینقدر تقسیم شدن؟ سبب در چی است که استاد تقسیم در یک چند گروه ها 70 یا زیاده از 70 گروه تقسیم شدند آنها؟ اولا پیش از این باید که ما گفتیم مرحله علی رضی الله عنه رو گفتیم که شیعه علی و شیعه معاویه و شیعیان علی در اون زمان اکثرش گفتیم پیروان حضرت ابوبکر و عمر بودن، دوست می داشتن. بعد اون که حضرت علی وفات کردن، امام حسن وفات کردن، امام حسین هم وفات کردن، نکن اکثر که گفتیم پیروی تو خلفا رو دوست می داشتن، اقلیت بود. مثلا اقلیتی بود که اونها با فکری ابن سبا خیلی واشته بودن، تاثیر گرفته بودن. اون اقلیت نمیتونستن این چیز هضم کنن، بنابراین گفتن که ما بعد از واقعه کربلا خواستن. بعد از واقعه کربلا آمدن محمد ابن الحنفیه را برای خود چی گرفتند؟ امام گرفتند که اون رو فرقه کیسانیه میگن. یعنی که خیلی انسان پهلوانی بود، انسانی که جسارت زیاد داشت در اون جنگ‌هایی که همراه پدرش بود. این یعنی که برادری پدری حسن و حسین است. مادرش دیگر است، پدرشون علی است. خب ابن الحنفیه بعد اومدن اون برای خود امام گرفتن و گفتیم از دیگر مادر بود و اتفاقا بینید یعنی که حضرت علی وقتی فاطمه رضی الله عنها وفات کردن بعد از یک هفته یا اینکه بعضی روایت که 9 روز زن گرفتن، از اون گرفتن، خمازری نکردن. یعنی که این چیزایی که امروز هست 40 منتظری 40 و 20 شدن و این چیزا نشدن. یعنی که بعد از یک هفته یا 9 روز یعنی که محبوب ترین انسان، یعنی که دختری پیامبر وفات کرد، لیکن حضرت علی حیات خودشون رو معطل نکردن برای این چیز. بعد از اون برادر این یکمین فرقه که ظهور کرد کیسانیه، محمد بن حنیفه برای خود امام گرفت. بعد اینها در بدایت اول قرن دوم هجری، یعنی که بعد از سال 100 شاید 120 بعد از 130 فرقه زیدیه به وجود آمد که اونها پیروان زید ابن علی بودن که عمه امام جعفر صادق و برادر محمد باقر است. این که نبیره امام حسین رضی الله تعالی عنه است. خب زید برآمد و زیدی ها میگفتن که امامت یعنی که مسئله پیشواگی مسلمان ها برای ما فرق ندارد، خواه حسنی باشد خواه حسینی باشد. هر کی برآمد و حکومت را گرفت، خود چی فرزند حسن باشد چی فرزند حسین باشد، ما برای خود امام میگیریم. یعنی که اینها دایره تنگتر کردن از کیسانیه. کیسان اومد که هر فرزند علی خواه فرزند فاطمه باشد خواه از دیگر زنش. زیده اومدن گفتن نه فقط باید که فرزند فاطمه باشد، فاطمه زهرا یا حسنی باشد یا حسینی باشد. خب لیکن البته زیده خیلی معتدل ترین شیعه هستن در حقیقت انصاف گوییم. بله. با اهل سنت خیلی نزدیکن، در فقه خیلی به مذهب حنفی نزدیکن، چون که زید امام زید شاگرد امام اعظم رحمت الله علیه بود و این زیدی ها میگن که امام نه معصوم است، نه علم غیب دارد، نه ولایت تکوینی دارد. یعنی که این برای علمی است. خیلی بیننده عزیز ببخشید ما نمیتونم اینجا شرح دیم بسیار، لیکن به شکل عام بگیم یعنی یک انسان عادی میگفتن امام، فقط که اهل بیت باشد، فرزند حسن یا حسین باشد، فرقی نداره، فرزند فاطمه باشد به اصطلاح. میشه گفت که در عصرهای 2 هجری و 3 هجری چهره شیعه همینا بودن، شیعه های زیدی، شیعه های معتدل. بنابراین بین اونها و بین اهل سنت کشاکش زیاد نبود، چون که یک میزه و ویژگی زیدی این است که اونها ابوبکر و عمر حرمت میکنن، دوست میدارن، خلافتشون رو برحق میدونن. خب در حضرت عثمان کمتر گپ میزنن، لیکن در ابوبکر و عمر اونها اعتراف دارن که امامای عادل بودن، خاکسار بودن، امامی که برای اسلام خدمت کردن. بنابراین بین اونها و بین اهل سنت یکم کشمکش نبود. 2 عصری که گذشت، مثلا عصر 2 و عصر 3. مثلا میتونیم بگیم که از جمله مثلا زیدی های تبرستان
با سامانی ها در جنگ بودن. اسماعیل سامانی مثلا شاه عادلی ما، تاجیکان قهرمان ما با همین شاه زید جنگ داشتن، لیکن جنگ مذهبی نه، جنگ برای سلطه و نفوذ. بله، یعنی که ولایت تبریستان رو می‌خواستن تابع دولت سامانی کنن، برای بینشون چند بار زد و خورد شد. اینکه آلی بویا یا آلی بوای هم بگن، آلی بویا هم بگن به فورت تاجیکی، اونها هم حال زیدی بودن، با اونها هم کشمکش هایی بود، لیکن با سامانی هم اینا کشمکش کردن. لیکن عاقبت رفته آلی بویا کم کم بعضی شخصیت‌ها از اونها پیدا شد که به مذهب 12 امامی گرویدن. خب خلاصه همین است که زیدی ها معتدل ترین شیعه هستند و اونها عصمت و علم غیب و علم لدنی این سر به امام قائل نیستند. امام یک شخص عادی حساب میکنن، فقط شرطشون است که باید از فرزندان فاطمه باشه و نزدیکترین مذهب به اهل سنت شریف گفتیم. خب سیم بعد اون که این فرقه زیدیه مثلا دور رفت از میدان تنگ شد برای اونها، دیگر عصر 3 و عصر 4 مایده امامی ها برآمدن. خب گرچه که امامی ها مثلا در زمان جعفر هم بودن، که در زمان موسی کاظم هم بودن، لیکن به شکل متشکلانه دیگر فعالیت اونها بعد از عصر 3 و 4 شروع شد. خب میبینیم که اینا عمدن با دایره تنگتر کردن در مسئله امامت، گفتن که فرزند فاطمی فقط از نسل حسین باشه. اگر حسنی برآید ما حسنی رو قبول نداریم، همچه امام بود. خب باید فقط از فرزندای حسین باید امام باشد. خب این امامی اومدن از فرقه از مذهب زیدی و از مذهب کیسانی فرقشون این بود که اینو خیلی دعواهای دبدبانو کردن، گفتن که باید امام از طرف خدا تعیین شود، باید نسلش از طرف پیغمبر داشته باشد، این چنین امام باید معصوم باشد، امام باید فلان باشد، بسمدان باشد. یعنی که شرطهای خیلی وزنی، یعنی که قریب به درجه پیامبری براردن امامشون. خب نام دیگرش اثنا عشری است، امام اثنا عشریه، بله. بس به اون که اعتقاد به 12 امام دارن. نام دیگرشون جعفریه هست که در فقه در تابع مذهبی امام جعفر صادق هستن. برای همین یا نام دیگری دارن که اونها خیلی دوست نمیدارن، لیکن بعضی از متعصباش که از لندن و از دیگر جاها مثلا دعوت میکنن، اونها فخر میکنن به این نام رافیزه هست. رافیزه است که اینم متعلق به اون امام زید ابن علی هست که وقت زید ابن علی زیدی امویه رو خروج کردن، یکی از این متعصبا برآمد و گفت که تو درباره ابوبکر و عمر چی میگویی؟ امام زید گفتن که ابوبکر و عمر وزیرای بابام بودن، هر دوشم عادل بود، هر دوشم انسان خوب بود، هر دوشم اسلام نشر کرد و اونا اون چیز معقول نمیشود، میگن که ما به تو نمیبریم، تو مادامی که اونا رو تعریف میکنیم ما تو رو قبول نداریم. یعنی اینجا معلوم میشود که شاید که همین گروه از همون یچیکه هایی که از سبعیه باقی مونده است. سبعیه گفتید، سبعیه ها که هستند دوستان اگر کمتر شرح میداده؟ سبعیه اینها پیروای عبدالله ابن سبعی یهودی است. یعنی اینها رو میشود گفت گروه غلات شیعه یا اینکه گروه تندرو و افراطی شیعه هستند که اینها اعتقاد داشتن که علی رضی الله عنه خدا هست. نعوذ بالله. این در تاریخ چه سنی و چه شیعه اومده است. بنابراین امام جعفر صادق رضی الله عنه میگفتن که خداوند ابن سبع را لعنت کند که امیرالمؤمنین را خدا میپنداشت و دعوت میکرد مردم به اینکه امیرالمؤمنین را خدا گویند. البته سرنوشتش بعضی میگن که حضرت علی را سوختن، بعضی میگن که او را نفی کردن به طرف مدائین که حالا باز خواهد اومد این مسئله. خب این هم نوبختی در کتاب فرق الشیعه عالم عصر 4 است، این چیز آوردگی است. خب در صفحه 32 درباره بودن همین دام میزند. همینچنین قمی در کتاب آوردگی از درباره ابن سبع المقالاتش، خب در نوبختی در فرق الشیعه و هم کشی در کتاب رجالش آوردگی است که همین شخص بود و همین شخص بود فعالیت میکرد بین مسلمانان، فتنه می انداخت و جدایی می انداخت. چه خیلی که در این حجت اینجا دیده استودید، یکی از کتاب فرق الشیعه است و دیگری از اخبار و معرفت رجال کشی هست که اینجا میگه که جماعتی از اهل علم نقل میکنن که اصحاب علی رضی الله تعالی عنه، یعنی که اونایی که روایت میکنن از اصحاب علی هستن که ابن سبع یهودی بود، اسلام آورده بود و علی رو برای خود ولی میگرفت و میگفت که در یهودیتش میگه یوشع ابن نون رو جانشینی موسی میدونست و در اسلام میگفت که علی هم مثل یوشع جانشینی محمد صلی الله علیه و سلم است و برای ما دیگر شروع کرد با فرض بودن امامت. مسئله این امامت از طرف خدا تعیین شده و هم
یکمین شخصی است که خیلی نوبختی میگوید ابوبکر عمر دشنام میدهد اونجا. همین آدم است. چون که مقصد این اصلا آمده بود برای خاطر مسلمانان رو پراکنده کردن. خیلی در این روایت از کتاب خودی قوم است. اما در اهل سنت یک شخصی به نام سلیمان بن العوده هست، سلیمان بن فهد العوده، و آدم کتاب در این آدم رساله ماجستری می‌نویسد سال 1402 هجری. خیلی کتاب فایده‌ناک است. کسی اگر خواهد میتونه به همین کتاب برای معلومات زیادتر گفتم مراجعت کنه. درباره عبدالله ابن سبع یهودی. استاد اینجا زایدی و اثنا عشری و یعنی اینقدر فرقه‌های زیاد استاد این روافض سببش در چی باشد که بازم تکرار شود این سوال استاد؟ برای چی اینها اینقدر به گروه‌های زیاد تقسیم شدن؟ سببش یک چند عامل داره. البته عامل‌های سیاسی دارد، عامل‌های اجتماعی دارد، عامل‌های اقتصادی دارد. مهمترش اینه که تقسیم شد. اصلا ببینیم بعد از جعفر صادق شاید میتونیم گفت که از همه دوره طلایی برای اونها دوره جعفر صادق حساب میشه. اگر به فکر اونها باور کنیم، لیکن الا جعفر صادق امام از امام اهل سنت است. روایتاشون در کتاب مسلم هست، در کتاب دیگری سنن آمده است. ما همچون امام اون کسی اعتراف داریم. با ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات کردن، صحبت شدن، یک احترام متبادل داشتن بین خودشون. دو فرقه تقسیم میشن، یکیش موسوی و یکی دیگرش اسماعیلی. خب ما حاضر در اطراف فقط موسوی ها صحبت میکنیم. خب موسوی ها یعنی که رفته رفته به بنبست روبرو شدن. چرا؟ چون که حسن عسکری بی فرزند مرد. بعد اون که بی فرزند مرد دیگه سلالش قطع شد. یکی از شرطهای امامت این است که باید که چی؟ امام باید پسری اولیش که پسری کلانش باید امام شود. اینجا دیگه یادم اصلا فرزنددار نشد. دیگر حیران شدم این مذهب پیرو چیکار کنن. یعنی تقریبا 100 سال مردم میگه در حیرت زندگی کردن بعد اون که همین حسنی عسکری وفات کرد. لیکن عجیبش این که بعد وفات حسنی عسکری 16 فرقه تقسیم میشه اینا. 16 فرقه. اگر ببینیم اگر نه تنها مرگ عسکری سبب تقسیم شوی اینها هست، بلکه بعد هر امام اینها به گروه تقسیم میشه. مثلا خود نوبختی در صحیفه 57 در کتاب فرقش نقل میکنه که بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام میگه 3 فرقه شد. میگه شیعه، فرقه سبعیه گفتم عبدالله ابن اونو میگفتن که علی مردگی نیست، علی مهدی هست. یک زمان دیگر باز میگرده با عدل و داده چی میکنه برپا میکنه. وقتی که تو گفتم که دو روایت است که سوزوندن ابن سبع یا که نفی کردن. میگن وقتی در مدائن بود و خبر مرگ علی رفت، یا عباره عجیبه گفت که اگر گفت علی گفت مغزی سر از 70 تقسیم شود برای من پیشکش شد، من باور نمیکنم که مردک مردگی است. چون که این میگفت که مهدی علی هست. ببینید مسئله مهدویت هم خیلی اختلافی است. هر یک فرقه هر یک مثلا امامی که میمرد یک قسم پیروش دعوای مهدویت برای همون امام میکنه. چون که من این سبعیه با علی مهدی خاص خودشون داره. این چنین کیسانی گفتم محمد ابن یمون حنفیه چیش گفتم. اینا هم مثلا بریم اگر سردارشون مختار ثقفی کذاب است که اول دعوای پیامبری کرد، بعد دعوای خدایی کرد، بعد دیگر به دستی چیز زبیری ها کشته شد. مثلا همینا مثلا تقسیم شد میگفتن که یک گروه همین ابن حنفیه مهدی است. در جبل رضوا یعنی که در کوه رضوا در منطقه بین مکه و مدینه همونجا جو گرفتگی است. میگه یک روز از همونجا خروج بکنه. بینه دو تا مهدی شد برای اونا که. خب یا فرقه دیگرش میگن که نمیگه و مهدی نیست و مهدی هست، لیکن برای عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عباس این همون چیزی عباسی است، برای وای میگه وصیت کرده که تو خلافت پیش بر بعد زمان مساعد شد من میبرم. خب این یک قسم دیگرش است. گروه دیگرش یعنی که دوم گروه سوم گروهش آمدن دو با حسن گوی بیعت کرد. این بعد وفات حضرت علی گفته شده ما. بله. سبعیه برآمدن، کیسانیه برآمدن، حسنیه برآمدن. بله. خب وقتی که حضرت علی با معاویه صلح کردن، قسمی زیادون گفتن اخی باشد ما چه به این امام میگفتن میریم به جماعت مسلمانان میگردن گفتن. گویا که از همون اینجا به معنای امامتی همون از طرف خدا گویا. از این گویا که دست کشتن از این عقیده. خب بعد از وفات حسن به حسین رسیدن. بعض اومدن حسین امام گرفتن برای خودشون. لیکن یک قسم دیگه حیران شدن گفتن که
این حسن و حسین گفتن کارش عجیب است. حسن قوت داشت، نیرو داشت، لشکر داشت، لیکن گفتن بردن با معاویه سپارید. حسین هیچی نداشت، قوت نداشت، برآمد قیام کرد و زیدی وای جنگ کرد. گفتن خب گفتن که ما کدامش قبول کنیم، کدامش درست باشه؟ گفتن خود به خود. گفتن که یا حسن باطل است یا حسین باطل است. نمبر میگن که یک قسم دیگرش با چجور تابع جمهوری مسلمانان گذاشتن که از این عقیده وای دست کشید، امامتی از طرف خدا بوده دست کشید. بعضی دیگر همین بعد از حسین با همین چه گفتیم ابن حنفی رو گرفتن که اونو مسئله بهشون گفتیم کیسانی هستن. خب یکی دیگر از گروهایی که بعد از همین چیز ظهور میکنند بین شیعه ها، این بعد از وفات امام سجاد است، یعنی که پسر امام حسین زین العابدین. خب دو فرقه میشه. خب یک فرقه میگه که محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن علی مهدی است. این بین حسنی است. عجیبش این است که و مهدی میگن و به دلیل چی؟ با اون دلیل که میگن محمد ابن عبدالله است نامش. اینا میان نقطه عجیبی نوبختی رو باید میکنن. میگه که میگه بین جالبش در اینجا که شیعه های اولی اعتقاد داشتن که مهدی محمد ابن عبدالله نام دارد، نه محمد ابن حسن. برای اینها از بعد از سجاد روی آوردن پکی نبیره های امام حسن رضی الله تعالی عنه، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن. یک گروه دیگرش خیلی امام جعفر برای خود امام گرفتن، یعنی که امام باقر امام گرفتن برای خودشون. خب اون بعد از وفات امام جعفر اینجا دیگر رخنه بین این مردم زیادتر میشه، رخنه بین این فرقه ها. خب امام جعفر در حیات خود گویا که اسماعیل برای مردم امام تعیین کرده بود، لیکن اسماعیل در حیات پدرش وفات کرد. اسماعیل پسر کلانی بود، طبق همون چیه مونده. خب وقتی دیدن که اسماعیل وفات کرد، مردم جعفر گفتن امام نیست اصلا. امام خیلی نمیداند که این بچه میمیره. خلیفه خودش مردنش نه، خودش پیش مردنش نمیداند، از وی رو گردوند. بعد به کی ایمان آوردن؟ به عبدالله، یعنی که محمد دیباج. با اینجا مقصد اینجا با امام جعفر با یک چند پسر دیگه داشتن به نام عبدالله داشتن، محمد دیباج و موسی کاظمی که شیعه های حاضر و اثنا عشری اون پیروی میکنن. دیگر هر یک این پیرودار شد، یعنی که به اصطلاح. خب مثلا یک فرقه نووسی برآمد، نووسی ها میگفتن که جعفر مهدی هست، یعنی که سیوم مهدی شد بره. و اونا اعتقاد داشتن میگفتن که اگر جعفر سرش گرفته میگفتن از بالای کوه هم برای ما فرستانند، ما باور نمیکنیم به مرگ وی، چون وی نمیمیرد و مهدی هست، در کجای پنهان است، روز میبرید و مردم به راه راست هدایت میکنه. دوم گروه چه خیلی گفتیم همین پیروی به ما اسماعیل ماندن، گفتن که امام جعفر در حیات خودش اسماعیل رو تعیین کرد، ما پیروی اسماعیل هستیم. اسماعیلی که وفات کرد پسرش محمد رو ما قبول میکنیم همچون امام و دیگر همین شاخه رفت. خب انا بعد از اون یک گروه دیگه آمد و محمد دیباج پسر امام جعفر صادق، این امام گرفتن. اینها رقمشون سمتیه یا اینکه شمتیه است. سبحان الله. خب اینها گفتن که این امام است و اسماعیل مرد. گفتن موسی از این خرد است، بنابراین این حق داره. گفتن به این چیز محمد دیباج. گروه چهارم گفتن که نه خنه، گفتن چرا اینجا حال عبدالله افتح است. گفتن عبدالله افتح کلانتر بود. هم وقتی که امام جعفر مردن سبب همون جنازه تشکیل شد دستی افتح مونده بود. افتح هم عبدالله افتح میگن. خب همون عذاب کشاد. گفتن جای پدرش همون نشست، همون امام است. این یک گروه دیگره. خب بنابراین وقتی میبینیم کلینی در کتاب حجت در باب اون چی که حجت را واجب میگرداند مثلا آورده که اینجا اصلا وقتی امام صادق مرد اصل که میگه جمهورشین تعیین کردیشون نه امام. دلیل چی است؟ دلیل من این سخنی که کلینی میاره در کتاب خودش از زراره میبرد که زراره نمیدونست که امامش کی است. چرا؟ پسرش عبید رو خودش زراره میگه پسرش عبید فرستاد که رو ببین که کی جانشین امام صادق میشود، برای من خبر بیار. تا پسرش آمدن زراره وفات کرد. این زراره یک راوی کذاب دروغی بسیار است. هزارها حدیث دروغ روایت کرده است. این کلینی میگه که تا آمدن پسرش زراره وفات کرد. زراره از خواص اصحاب امام ها حساب میشود، لیکن نمیدوند که امام بعد امام کی است. یعنی اقلا باید آدم نزدیک امام جعفر خبر میداد که بعد از ما فلانی است، لیکن کتاب خودشون مثلا کلینی میگه که زراره از امام خبر نداشت. این چین رجال کشی و صدوق در کتاب اکمال الدینش
همین چیز آورده است که امام میگه بعد خودش یکم کسی تعیین نکرد، لیکن وصف عام گفت که به تقوا باشد، خدا ترس باشد، زاهد باشد، این باشد و این باشد، به شکل عام گفت، لیکن نگفت که عبدالله پیروی کنه یا موسی پیروی کنه یا فلانی رو پیروی کنه. بنابراین یک گروه عمده گفتن که همین وصف گفتن ما در عبدالله دیدیم، چون که عبدالله پسری کلانترین امام بود گفتن، و همین مفید هم در کتاب ارشادش آورده است. عالم اونها صفار هم عالم اونها در کتاب بصائر الدرجات و کشی هم آورده است. خب و قمی هم آورده است و نوبختی هم آورده در فرقه خودش که گفتن که اکثر مشایخ امامیه بعد از جعفر اعتقاد به امامت عبدالله داشتن، عبدالله فتحی. لیکن چی شد دومرو اینجا؟ چی شد؟ 70 روز بعد میمرد عبدالله. بعد اون که عبدالله میمرد با تربوز عقل خوشم میافته به اسلام. میگه امام ناو تعیین کردیم بعد 70 روز که میگن. بعد چپه میگن با یک قسم میگن نه همون جعفر خودش امام آخر بود، اون دیگه بکیش که باور نداره گفتن. یک قسم دیگرش اومدن گفتن که ما حیران ما اعتقاد داشتیم که اعتقاد امامت عمودی هست، یعنی که از نسل به نسل از پدر و پسر همه میرود. خب لیکن اینجا گفتن این مرد گفتن. خیلی دیگه موسی هست گفتن موسی قبول میکنه، موسی کاظم. اگه یک قسم دیگه گفتن که نه ما بچه عبدالله میگیریم گفتن، پسر عبدالله میگیریم گفتن، اون رو پسر عبدالله چیکار، یعنی ببین چه خیلی شوخش رفته است. همش چی است؟ مقصد یک نص معین از پیغمبر نیست، علی نیست، از خود امام ها نیست که بعد از من فلان امام است. بنابراین این نمیشه چی تقسیم شده اینا. مردم اگه یک ورق میشه که در اونجا نوشته است که فلان 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 امام است تمام، لیکن ببینیم خود پسر امام ها مثلا بیناشون چی است اینجا. خب بریم کلاینی در کتاب حجتش میگه که باب الناس ابو حسن موسی بعد حدیثای میره که در حقیقت حدیثای خیلی بافتی خنده آور هم هست. اینجا میگه که عیسی ابن عبدالله ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، خب روایت دیگه هم میگه صادق رو پرسیدن که بعد از تو امام کی است؟ مثلا این روایت ببینید که خنده آور است، مثلا اینقدر حکم الهی مگر اینقدر بازی است که امام ها به این شکل سوال جواب بدن. میگه که صادق به موسی اشاره کرد، کم نزد، اشاره کرد، شاید اشاره کرد، شاید به دستش اشاره کرد. میگه یعنی بشور حتی جرأتی آشکار گفتن نداره امام، یعنی که البته امام جعفر خیلی نبودن این حدیث ها مقصد به اون قصد جعلی است و گذاشته است، یعنی مگر امامت به اشاره میشود؟ امامتی که تو حال کشمکش در اطرافش از بین مسلمانان مگر به اشاره میشد امامت. این کلاینی هم مثلا در کتابش آورده است. خب میگه که همین حدیث آوردن و بین درباره موسی است که این چیز خواستن که همون شرعیت امامتی عبدالله افتح زیری پا کنن به همین چیز. خب یعنی گفتن که بعد از امام جعفر نه عبدالله افتح بلکه موسی بود، لیکن عبدالله حکومت غصب کرد، یعنی که امامت رو غصب کرد به همین شکل. خب همین چیز آوردن، یعنی که چون که تناقضاتش هم ببینیم در حقیقت عجیبه در روایت ها. هشام ابن سالم جوالقی از این یکی از انسان‌های خیلی بدبخت است که امام اینا رو لعنت کردن، لیکن متاسفانه قوم بر روایت همین رو اعتماد دارن. میگه که خواستم امام رو امتحان کنیم و تو یه وقت معصوم میدونی، وقت علمی لدنی میدونی و ولایت تکوینی چه خیلی تو میری امتحان میکنی امام خودت درجه پیغمبری رو میبرن با امتحان میکنی، یعنی امامی که از طرف خدا هست چه خیلی تو حق امتحان کنی داری مثلا. بنابراین این قصه خوددان قصه بافته بودگیش معلومه. یعنی که خود هشام میگه که ما حیرت زده، میگه برو اومدیم نمیدونیم کی انتخاب کنیم، میگه رفتیم که یک موسفید استاد میگه درش نیم گشاده هست، میگه ما گفتیم که قدری شویم، جبری شویم، مرجعی شویم، حیران بودیم، میگه بین خودشون گام بزنن. وای موسفید که میگه اینجی بیایم، میگه خونه گشاده است، میگه خونه در اومدیم که موسی نشسته است، میگه موسی ابن جعفر. سنبت موسی گفته است که نه مرجعی شوه، نه قدری شوه، نه جبری شوه، نه چی دیگر. با اینا حیران شدن. به سوی من گفته، همین اشاره الهیه. بعد شما میگه که پدرت مرد؟ ها پدرم مرد. بعدی او کی امام است؟ ببینید سواله. میگه که موسی میگه که
اگر خدا خواهد تو راهنمایی میکند. جوابی بله بله. یعنی خدا خواهد تو یعنی که چند ثانیه پیش چی گفت؟ بسیمان. باز بگه که جواب چی؟ مبهم میشه یا چیزی عقیدوی هست. یعنی که به این به قول امامی ها نماز آدم قبول نیست، روزه آدم قبول نیست، فلان و بسمدام میاد میگه که من نمیدونم خدا تو هدایت میکنه کسی رو خواهد. خب امام تو هستی، موسی میگه که نه من این رو نمیگویم. خب امام انکار میکنه. کی به انکار کارش میداره اینا؟ به نزدیکترین دوستای پدرش. باید برای اینا آشکار کنه که مردم منم امام، عبدالله امام نیست، لیکن از نزدیکترین دوستای پدرش هم میترسه. این در کافی جز 1 صفحه 351 اومده است. خلاصه مرگ صادق اونها رو سرسان و سرگردان کرد. خب بریم برای راه شناخت امام راه باطنی پیش گرفتن. راه باطنی چی است؟ گفتن که موسی علم غیب میداند. علم غیب دانستنش دلیلش چی؟ گفتن او پیش گفت کو بالا دا اشاره کردیم کو نه قدری شوه نه جبه این خانه شده بود و گویا آواز اونا رو شنید. یعنی این راه باطنی واسه گپای بعد همین گرفتن دلیل برای خاطر موسی کاظم برای خود امام کردن. پس از موسی نیز باز تقسیم شوی سر شد. یا فرقه برامدن نامش قطعیه هست. این معلومات همش از کتاب نوبختی است استاد. قطعیه برامده گفت که امامت را به رضا قائل بود. خب سبب قطعیهش این است که یعنی که قطعا موسی وفات کرده است. اینو بریم جعفر چی است؟ رضا علی رضا امام است. بالا گفتیم که بعد از هر بار مراد دعوای مهدویت میکردن. بله. اینو برام گفتن این یک قسمت گفت که نه این گفت رضا وایش است. یک گفتن که نه موسی مهدی است. یعنی که چندم مهدی شد؟ پنجم یا ششم مهدی امام. یا چهارم پنجمش. گروه دیگرش خیلی واقفه برآمدن. خب این امامت رو به این گفتن که همین موسی امامتش تمام میشود. رضا امام نه و خلیفه ای وای گفتن. یک گروه دیگه برآمد گفت که نمیدونم که موسی مردگی است یا زنده است. تا انیق نشه گفت امامتش که قبول نمیکنه. چرا این خدام لا میدونه؟ چرا اینا گفتن که نمیدونم مرده است؟ چون در زندان وفات کرده است موسی. تقریبا نمیدونم چند 10 ساله در زندان بوده است. برای همین اینا اختلاف کردن در مرگش. بعد یک گروه دیگه برآمدن مفوضه برآمدن. این مفوضه احمد جنایتکارتر نشد که محمد بن بشیر نام آدم بود. این آدم خودش از خواص امام میگیره. امام پیش کرده بودن لیکن بعد از امام مردن میگن یک جادوگر بود. میگن یک خیلی وای میسوزد قرچاق میسوزد که لیفتک میسوزد به شکل امام پیچونده میمونه. بعد مردم دعوت میکنن خونش. این خیلی که من این فارسی که آورده هستم بین در اکران دیده شده. بعد این میآید و میگه که مردم خانه میدارن. میگه خانه بغیر از من و شما این کس هست؟ میگه هیچ کی نیست. خب پرده میکشد و همون لخته که آماده کرده بود همون را چخیل میکنه و دم میکنه و چیکار میکنه به شکل آدم میدارن. بعد پرده میبرن. بعد همین خیلی شعبده بازی هم داشته مردک همین خیلی جادوگری میکنه چشم بندی میکنه که مردم اون طرف خانه نشستن میبینن که گویا که همین مردک همون لختک و این مردک گپ زده است. باور میکنن اینا تصدیق میکنن که اینا پیروی میکنن که کیا مردم. چون که این آدم هم میخواست که از همین چیز نان کسب کنه. یه نمون دکان داشته. بعد موسی رضا شد اینجا باز تقسیم شوی برافت. نه که بفکرم همین که اکتفا میکنم چون اینجا خیلی کشمکشای زیاد است. خیلی گروه‌هاشون فرقه‌هاشون. فقط باید که در حسن عسکری کم در توقف کنیم چون که حسن عسکری ما در بالا گفتیم ابا باز اینجا مفصل‌تر میگیم برادرها چون که مهدی رو به صورت میبرن به همین حسن عسکری میچسبونن. وقتی که وفات کرد مرگ اینو انکار کردن. گفتن که مهدی همین است. باید مهدی دیگه پیدا شد. خب دیگرش میگه که زنده هست و مهدی هست. فرق هر دو گروه چی بیانه که اولی میگفت که او غایب است و نمرده است. دومش گفت که دومش عکس اینا رو میگفت. دیگه هر چند در مهدویتی گفت که اتفاق داشته. سوم گروه برام گفت که حسن مردگی است پس از برادرش جعفر امام است. لیکن
این مذهب به همه معلوم، این جعفر کذاب میگن، حالا که این پسر امام است، پسر امام است، لیکن برادر امام است، لیکن میگن این کذاب است. اهل بیت و کذب و دروغگویی چی میکنن. چهارم گروه برآمد گفت که اصلا امام جعفر بود، نه محمد و نه حسن بود. حسن گفتن امام نبود، اصلا جعفر حقش امامت بود. خب این یک گروه دیگر است. یک گروه دیگر اون گفت که امامت علی محمد ابن علی برگشت و امامت حسن و جعفر رو انکار کردن. گفتن که نه، این پیشنگی بگشته برفتن، حسن انکار کرد و پیشنگی امام گرفت. امام میگه دهم، این گفتن 11 امام نبود، دهم برگشتن. خب یک گروه دیگر برآمد گفتن که حسن پسر دارد نامش محمد است، در حیات پدرش دنیا آمده است، از ترس عمکش جعفر پنهان است. خب این با فرقه دیگر. یک گروه دیگرش برآمد گفت که پس از مرگ حسن بعد از 8 ماهش بعد بچه تولد شده است. خب اونایی که میگن که در حیاتش تولد شده، اونو دروغ میگن. این نوبختی آورده است این فرقه رو. ما همیشه آوردم به شکلی، یعنی که این تنها فرقه ولی ببینید استاد، این از 14 فرقه هم همیشه نآوردم، من 7 آوردم. ببینید این فقط از همون 12 امام جدا شدگی ها شده. این فرقه ها اون طرف داخل اسماعیل شریعه، ولی ما مثلا داخل کیسانی ها تقسیم بندی خودش از، داخل مفوضه تقسیم بندی خودش از، او هر یک طرف با تقسیم شده برفتگی هستن. یعنی که مثلا هر یک فرقه 6 گونه پس از جعفر صادق گفتیم 6 تقسیم شده، هر یک بود چند تقسیم دیگه شده. اینا رو ما گم نزدیم، فقط همین چیز است. ببینیم سببش چه گفتیم، یا همین جهت‌های اقتصادی است. استاد این نوبختی اصلا خودش شیعه هستن؟ بله، مؤلف شیعه است. این روایتایی که اون کتابشون فرق شیعه است. فرقه شیعه. مثلا گفتیم اقتصادی است، یعنی مثلا بعد از وفات همین که حسن عسکری مثلا 4 انسان دعوا میکنه که این پسر داره، همون 4 میگن نواب، میگن که نواب 4 میگن. همه اینا مثلا همون پول مالی که جمع شد به نام امام همون چی میکنن، تصرف میکنن همون. یا من خیلی در محمد بن بشیر که در موسوی کاظم بود هم خیلی پولای زیاد جمع کردن. با دیگر مثلا انسانایی که همون چی بودن در اصول کافی خیلی روایت زیادی هست که مقصد از این چیز بسیارتر جنبه اقتصادی داره. بسیارتر مال که برای امام جنگ میشد و عقیده هم بود، البته مثلا جهت عقیده داشتن، لیکن عادتا اقتصاد اونها رو از هم باز پوشیده تر میکرد. استاد یک روایتی دارند که آنها از جابر ابن عبدالله از فاطمه روایت شده است، میگویند که امام ها ذکر شده است یک لوح نورانی. چقدر اساس دارد همین؟ جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه در حقیقت همه حدیث بافا خیلی استفاده بردن از نامش. از جمله یکی از حدیث هایی که بسیار استفاده بردن حدیث قدسی که لولا کلمه خلقت الافلاک است که از زبان همین مونده. این چنین اینا هم اومدن از زبان جابر ابن عبدالله انصاری هم حدیث گذاشتن. خب اینم یکی از همون سبب‌هایی گیم که چی از تقسیم شدن همین فرقه تقسیم شدن اونها هست. ببینید اگر همه حدیث راست باشد، چرا در اون فرقه هایی که بالا گفتم کسی نگفت که ما حدیث جابر داریم کو این حدیث جابر اینجا 12 نام آمدگی است، چرا شما کشمکش میکنید؟ کسی این چیز دلیل نآورد مثلا که خودش معنای اون دارد که این حدیث بعد از تشکل یافتن مذهب گذاشته شده است. فهمیدید؟ مذهب ساختن بعد برای دلیل تراشیدن. یعنی که روایت آرگه صدوق مثلا همین روایت مایدتی آدمی که از این علم خاکسارانه از تاریخ داشته باشد میدونه که میگن 1000% من کفالت میدم که این حدیث بافته هست. مثلا جابر سال 73 تا 77 فوت دیگه است، اختلاف است بین علما مورخا که 73 وفات کرد یا 77. خب باقر باشد سال 14 114 118 مثلا. خب چگونه میتونه در بستر مرگ باقر حاضر شود؟ یعنی که این حدیث نصش این است که باقر برای اون که برای دیگر رو اثبات کند که بعد از وی امام جعفر هست میگه که رمت جابر گرفته بیاد، جابر دلیل میشود برای ما، یعنی که همچون گواه میشود. جابر بیچاره سال 77 هجری مردگی، باقر سال 114 وفات کرده است. فرق چند سال است بینش؟
یا جابر زنده کرده باشن خیلی نشون نمیدونه. یعنی که همین چیز الکی بطلان حدیث چی میکنه. با یکی میخوانید که اپیزود حدیث زید بن علی ذکر میکنه. همون زیدی که امامی زیدی بود. و بیچاره سال 78 تولدش دیگه است. یعنی که بعد از 4 سال 5 سال یعنی که 1 سال وفات جابر تولدش دیگه است. خیلی آدم برای اپیزودی پیدا میشود اینش هم برای ما تاریک است. یعنی همه حدیث یک نقطه جالبی داره که در حقیقت معلوم است که بدترها گذاشته شده است. میگه جابر رفت برای اینکه فاطمه رو تهنیت کند برای تولد حسن. خب یعنی اصلا مسلمان‌ها عادتی تهنیت گویی نداشتن. تهنیت میدن کوچه سلام علیک میکنن، شاید دعا میکنن که خدا برکت بده که این شکلی که رواد با هم مردک برای زنک رواد تهنیت کند. جابر مجرد است، حالی چون که جابر بعد جنگ احد زن گرفته است. خب مجرد است. فاطمه هم دختری جوان است، یعنی که شاید 10 ساله 12 ساله دختر بود اون وقت. وقتی حسن تولد کرد. خب این چنین میگه که میشه درآمد خواست که لوح رو خوند. به فاطمه نزدیک شد. میگه اینم اونقدر مثلا باور بخش نیست، یعنی که یا مرد بیگانه میدارد. هم از متن فهمیده میشه که در خونه کسی نبود بغیر فاطمه و جابر که اینم دو محرم در یک جو جمع شده نشه. اینم اونقدر چین نمیتونه. این روایتشون عجیب است که صدوق میگه که فاطمه نگذاشت که میگه جابر رو قپد قپیدنی نمون میگه. خب نخواست که نام اونها رو اطلاع پیدا کنه. با سوال پیدا میشه که مادامی که باید 12 نفر برای هدایت بشریت باشن و نامش پنهان مونده چه فایده داره؟ باید آشکار کنی که مردم فهمن، این یا شاهد و گواه شود برام که مردم من دیدگیم که در خانه فاطمه فلان فلان چیز بود، چرا این کار میکنه مثلا؟ خب یعنی پنهانکاری اصلا به معنای هست در حقیقت. دیگه روایت هم آوردگی است، لیکن عجیب این است که همه خود امام‌ها از این چیز خبر نداشتن. مثلا خیلی امام جعفر صادق میاد مثلا اسماعیل ابن جعفر بعدش خودش وصی تعیین میکنه مگر از چیزی لوح فاطمه مثلا خبر نداشت مثلا. اینکه بعد مثال خودی و میاد همین مذهب به هم معلوم مردم سرسام بشن که امام گیریم، عبدالله افتح گیریم، محمد دیباج گیریم، اسماعیل گیریم، موسی گیریم، که امام گیریم حیرانن چه گفتم 6 فرقه شدن. دیگه روایتش میاره چه عجیبی نمیاد. خیلی همه خودی تناقضی روایت هم یک چیز است. میگه که گفت برای جابر داد تا اینکه جابر از وی نسخه برداری کنه. خب گروه دیگر گفت خب ببینید که 3 چیز آوردن که اینجا، دیگه اصلا خودی همون سالش الکی این حدیث باطل بود که بیان میکنه، این دیگه جای چی نداره دیگه. خب بنابراین برادر اگر تصور کنید که نام امام معلوم میشه یا اینکه امام منصب الهی میشد، مگر این چیز امام ها آشکار نمیگفتن برای مردمشون، یعنی برای قومشون. بله های مردم ما لوحه داریم که اگر مردم پینهانی باشد ایقه کلی گرنگ میکنن باشد به اصطلاح چجوری ایقه مردم گرنگ کردن دکنه. برای این بهبودی یه مردمی که کتابی صحیح کافی نوشته است، بیچاره خیلی غم داره برای صحیح کافی نوشتنش. بهبودی دیدی سر در اینجا درباره معرفت الحدیث یک جمله عجایب میاره برادر. میگه که خب الاحاديث المرويه في النصوص على الائمه جمله خب من خبر اللوح و غیره. خبر اللوح من خبر جابر است. خب میگه كلها مصنوعه في عهد الغيبه خب والحيره وقبلها بقليل. همه میگه در زمان غیبت ساخته شده است. چون وقتی غیبت شد کالاشون گران که امام گران نمیدونن، بعضی هم پخته‌ها برو اومدن گفتن که بیایم مردم که گرنگ نشود با مدرسه ساختن دو دیگه نش کردن بین مردم. این به اعتراف این یکی یک به اصطلاح نابغه حدیث شناس در اون قوم حساب میشه. برو اومد همین چیز برای مردم کنیم که بیان کنن. خب میگه که میگه که فلو كانت هذه النصوص متوفره موجوده عند الشيعه الاماميه لما اختلفوا في معرفه الائمه الاطهار. اگه این معلوم و مشهور میشد میگم چی برای چی جنجال میکنن؟ برای این چی بعد از جعفر 6 فرقه و بعد از حسن عسکری 14 فرقه یا 16 فرقه تقسیم میشد. بعد میگه که ولما وقعت الحيره خب میگه حیره لاساطین المذهب، یعنی که بزرگای مذهب وقتی در حیرت افتادن مردم عوام دیدن
دیگه رحمشون اومد گفت که چاکرم بیارید من حدیث به فایده دین است گفتم دیگه میگه گفتم برام. به همین طریق یعنی که در بگیم که اواسط عصر 4 مذهب موسوی تکامل پیدا کرد، تشکل پیدا کرد. یعنی به همین روایت ها وقتی گذاشته شد، خب گرچه بعضشون مقصد باز دعوا داشتن که پسری پنهانی داشت و بازم مقصد معبای حسنه، لیکن عمه شیعه وقتی میشنن دو دیله میشنن. بعد نعمانی یک عالم دیگه دارن شیعه ها، کتاب غیبه داره، الغیبه داره، میگه که مردم مسخره ساکرم میگن میگه کای میبرو یا همون زویده شدگی از یا نیست دیگه خوشو مسخره ساکرم میگن. بعد دیگه چی شد؟ مجبور شدن که برای همین شک و حیرت دور کردن بعضی روایت رو جعل کردن. خب اینه مثال ابن بابوی هم که لقب صدوق داره در کتاب اکمال الدینش همین گپور آوردگی است که مردم دیگه باور نکردن، گفتن چه خیلی انسان بجا میشته اینقدر سالها مثلا. یعنی که این سخن درباره همون موسوی ها بود، یعنی که اونایی که از شاخه موسی ابن جعفر اومدن در زمان علی به اصطلاح به همین شیعه معروف شدن که امامیه یا موسویه. گفتم شیعه اصلا این چی از معنای پیرو دارد، معنای سیاسی بود. خب یعنی که هیچگاه شیعه های اول اعتقاد نداشتن که امام از طرف خدا تعیین شده است. اگر از طرف خدا تعیین شده میدونست مثلا اعتقاد می‌داشتن، اون گروه از حضرت علی جدا نمیشد و خوارجا جدا نمیشد. یعنی که به حضرت علی وقتی صلح کردن شدن اعتراض نمیکردن، مثلا مدام میدونستن که از طرف خدا است و خطا نمیکنه و سهو نمیکنه و اینا. و بعد دیگر گفتیم اومدن دیگر همین سبیها پیدا داشتن، دیگه کیسانی و دیگه زیدیه و اینا، تا اینکه به هم مذهبی چی رسیدن 12 امامی. خب گفتم کیسانی برام، بعد کیسانی مردم زیدیه برآوردن، زید برآوردن، بعد از زید دوسری اصلا اونها بودن. خب بعد از اون با موسوی رو آوردن. وقتی روح محکم شد مذهبی چی انتخاب کردن؟ 12 امام رو انتخاب کردن 12 امام رو، لیکن متاسفانه 12 امام مرده به دنیا آمد. یعنی استاد عزیز یعنی چگونه 12 امام مرده به دنیا آمد؟ یعنی مرده به دنیا آمد معنی این است که عقیدهشون بود که باید که از دست علی باشد، از فرزند فاطمه باشد، پسر کلانی باشد، امام پیشین باید تعیین کرده باشد، 2 امام در یک وقت ممکن نیست، امام حاضر باشد از طرف خدا، یعنی که مردم هدایت کند، مردم راهنمایی کند، به فتوای اونها جواب گوید، به فتوای سیاسیشون، اجتماعیشون، ایناشون باید که جوابگو باشه. خب انا که اومد آدم غایب است نیست. اون شرطایی که در بالا گذاشتیم یگان تاش مردم نه هدایت کرده میتونه، نه فتوا داده میتونه، نه مردم طلباتشون جوابگو هست این آدم. خب مردم دیدن که عملا پیشوا ندارن، عملا کسی اونها رو راهنمایی نمیکند، عملا کسی نیست که اونها رو دستی اونها رو گیرد، راه نشون دهد. خب برای همین عبارت پیدا شد که این مذهب یعنی که مرده به دنیا آمد، برای اینکه هیچ پیشوایی ندارن. تو 11 امام مالش با میگن که 11 امام احتمال باشد مثلا دیدگی هستن، اقلا شتگی هستن، سوال دادگان، فتوا گرفتگان، پیروی کردگان، کاش دیگه همه اونها حکومت رانندگی نیستن، لیکن از جهت فتوا و اینکه همچون پیشوای معنوی مردم بودن. لیکن این 12 نه یک از دید است، نه تولدش هم اصلا چیز نمی مادرش میگن که قریب که 8 قول است از مادرش کی بودنش نمیدونن، نامش خیلی کشاکشی زیادی هست. که میتونم بگم که همین 12 امام یک آوازه هست، یک آوازه ساخته کمتر شیعه رو چون کردن آروم کردن، اونو که به حیرت آمده بودن. خب و همین چیز برای همین وقتی که اینو همین فکرت مطرح کردند و شیعه ها رو مقصد آروم کردن، یک گروه دیگه شیعه های خیلی متحمس تر گفتن که شما اصلا یک دسیسه برای شیعه هستید، چرا که شما اومدید شیعه ها رو تخدیر کردید، شیعه ها رو خوابوندید. شیعه مردم مبارز بود، شیعه حق طلبی میکرد، شیعه مثلا همیشه مخالفت با حکومت های ظلم میکرد طبق فهم اونها. بنابراین گفتن شما اومدید ما رو تخدیر کردید، اینا 100 سال و 200 سال نه، 500 سال 600 سال نه، 1200 سال است که مثلا همین حالت مثلا جاری هست که ما در یک حالت تخدیر قرار داریم. خب برای من اینا اونا رو گفتن که شما دسیسه هست، این فکری که شما بافته برآمده که 12 امام است و غایب است و اینا اون است، این برای خاطر هدم مذهب از داخل است. استاد جزاک الله خیر. این سردی تاریخی با این تفصیلاتش فکر میکنم یعنی مهم است این چیزا. ماشاءالله ما خواستن خودم هم خیلی مثال بهره بردم.
و اینجا سوالی باز مهمتر استاد، آخران سوال گویم، اختلاف اساسی بین ما اهل سنت و جماعت و آنها، اختلاف اساسی در سری چی است؟ خب اختلاف اساسی بین ما و آنها، یعنی که اهل سنت و جماعت و شیعه، این مسئله امامت است. البته امامت به نظر اهل سنت و جماعت یک مسئله فرعی هست، یا اینکه مسئله سیاسی است که در اون تکفیر جا ندارد. بله. برای امامت شده کسی که رو حق تکفیر کنی ندارد، بلکه میگم که فایده و ضرر است، درست و خطا هست مثلا در امامت، اولا و اولاتر است. لیکن این مسئله نمیشه که تو این امام گرفتی تو خطاگری یا کافر شدی یا وای شدی. بخشش یعنی تکفیری ها آنها بودن، نه ما رو امروز اتهام میکنن به تکفیری و به نمیدونم چی. اهل سنت دورترین مردمان از تکفیر دارن، هم عادلترین مردمان نسبت. یعنی هیچ کس، بازم میگم من مسئولم، میگم هیچ کس نگفته است که همین فرقه کافر است. میگن خرافاتی ان، بدعتی ان، خیلی مثلا چیزای دروغ داره، لیکن هیچ کی تکفیر نمیکنه، حق هم نداره تکفیر کنه. یعنی نمیشه بیام خیلی هم تو گیری کندلنگ گفتی مثلا مردم بگوی که این فرقه فلان است، اینا هیچ کی حق این چیزا نداره. خب اما اونا باشن برادر، این مسئله سیاسی یعنی که فرعی رو گرفتن به عقیده کشوندن. اینا هم خیلی گفتم اونایی که بعد از عصر 3 و 4 اومدن، خیلی در زمان علی و در زمان حسین گفتم اونا شیعه عادی بودن، این مسئله سیاسی میدونستن. یعنی اختلاف بین علی و معاویه و حسین و یزید اختلاف سیاسی بود، عقیدوی نبود. مثلا این اومدن مشکلی چاکران عقیدوی کردن. برای همین میگه اختلاف چی شد؟ کشمکشی هم این همه خیلی مسئله عقیدوی کردن که کفر در این مسئله داخل کردن. اومدن نعوذ بالله صحابه ستیز شدن، صحابه ها رو دشنام، زنهای پیغمبر رو دشنام، اومدن بهترین امت ابوبکر و عمر مثلا بعدش رو تکفیر میکنن، بعدش رو خیلی باز دشنامای ناجامد. باید چیز دیگر است که وقتی امام میگم بیننده عزیز، ذهنتون به امام مسجد نرود. این امام اصطلاحی که ما مثلا میگم امام مسجد، بلکه امام اینها یک این تماما به دیگه معنا هست. امام وقتی میگن در نزد اونها شخصی که به خدا راهبر تعیین کرده، شخصی که از اولاد علی و فاطمه هست، شخصی که پسری کلونی هم اولاد است و یا پیشنگی امام تعیین کرده است و امام صاحب ندارد و امام از خطاگی از و معصوم هست و امام علم غیب میداند و امام فلان و بسم که زیاد مونده. بنابراین امامت مسجد به این چیز آمیخته نکنید، مقصد این چیز نیست. بنابراین این انحراف از همینجا سر شد، یعنی که وقتی که یک مسئله فرعی رو گرفتن و به عقیدتی دادن، جلوه عقیدتی دادن، دیگر سر شد. بعد دیگر حیران شدن وقتی که در قرآن نیافتند، بعضشون برآمدن قرآن محرف گفتن. نعوذ بالله. بله. این از ما مثلا نوارا میبینیم که چخیل کمال حیدری چه بیان میکنه که از زبان خود علمای اونها. عرضم این هست که شما فرمودید ممکنه که قرآن ناقص باشه، یعنی بحث تحریف قرآن بله یعنی بزرگانی مثل امثال علامه مجلسی صاحب بهار، صاحب مرآت العقول، ادعاشون اینه که قرآنی که دست ما هست اگر ما میخوایم خوب حساب بکنیم این قرآن 3 جلد بوده، الان فرض کنید 6000 آیه داره، قرآن اصلی 17000 آیه داشته. اگر این 6000 باشه پس 2 جلد دیگهش هست. ایشون تصریحاً در مرآت العقولش و جاهای دیگهش تصریح میکنه این قرآنی که دست ما هست 1 جلد از اون 3 جلدیه که 3 جلد 2 جلد باقیشو امام زمان وقتی میاد اون رو با خودش میاره. پس ما راهی نداریم جز چی؟ جز روایت. خب حالا اگر که بنابر این باشه که طبعا اینو به شما بگم عموم علمای امامیه این رو نمیگن، ولکن اون روش اخباری این رو میگه و عملا تو حوزه های علمی هم همون اصل روایت الان محوریت داره. لذا ما اخیراً تئوری محوریت قرآن رو مطرح کردیم که بعضی مشکلاتی درست کرد یا دردسرهای درست کرد. بعضشون برآمدن گفتن که در حدیث نیافتن، مجبور شدن حدیث بفن، حدیث جعل کنن، مجبور برای خاطر اثبات عقیده خودشون. که اول عقیده ساختن بعد دلیل گفتن که اصل باید که اول انسان در اساس دلیل گیرد و بعد از در اساس همون عقیدهش سازد. اینا باشن عکس. خب یعنی که سرچشمه اساسی همه اختلاف در چی است؟ در دیگر مسئله همش حل شدنی است. مسئله فقهی و دیگر همش حل میشه. مهم همین مسئله حل شد. لیکن حل هم شدنش مشکل است چون که 1400 سال کشاکش است. لیکن تو میتونیم
برای مردم آسان و ساده تر میفهمونم که اختلاف همین است، از اینکه سبب اساسی کشمکش همین امامت است که آیا بعد از پیغمبر امامی که اومد راهبر اومد باید که از طرف خدا تعیین بشه یا که خود مردم مسلمان انتخاب میکنن. ما اهل سنت جماعت میگیم که نه، مسلمانان خودشون حق انتخاب داشتن، این مسئله فرعی بود و خدای تعالی اینو به مردم واگذار کرد که در حقیقت حاضر میبینیم که همین نظریه چی است. نظریه که مقبول است که تمام دنیا از خودشون راهبر خودشون انتخاب میکنن. بنابراین اومدن دیگه این فرقه تکفیر کردن در داخل خودشون، یعنی که میبینی که میگه که اینش تکفیر میکنه، میگه تو امام قبول نکردی تو کافری، یعنی که به همین چیز رو گذاشتن فقط برای خاطر که چی همون آدم رهبری سیاسی قبول نکرد. اما اهل سنت راحت هم، یعنی که قبول نداریم من چه کنم. بله. بنابراین همینا وقتی که قبول نکردن خلفای ما رو، مثلا چه خلفای اموی چه خلفای عباسی، شما ببینید که در بغداد عالماشون زندگی میکردن، همین صدوق و همین توس و اینا همه زندگی کردن، تالیف کردن، هیچ که کاردار نشد اینا. نه کشتیان نه تبعی کردن، کتابشون به حضور آزاد بود، تا مناظره ها میشد بین علما. بله. آزاد مثلا بخورم تا حالا مثلا مردم زندگی دارن، هیچ مشکل نداره، چون اونو دیگه مردم تهجوی شد رفتگی. اینجا مثلا میتونم یک چند دلیل بیارم استاد از علمای اهل سنت و جماعت. چه گفتیم به مسئله شورا هست، مشورتی هست، انتخابی رهبر و یک اختیاری امت است، امت اسلامی اختیار میکنه و چیزا برعکس اونها که چی میگن اینو باید خدا انتخاب کنه دیگه. برعکس اونها امام غزالی میگن که امامت یه مسئله فقهی است. امام جوینی میگه که امامت از اصول اعتقاد نیست. امام ایجی میگه که امامت از اصول عقاید نبوده، به افعال مکلفین تعلق داره، یعنی که مسئله فرعی است. و شهرستانی میگه که امامت از اصول اعتقاد نیست. ابن خلدون میگه که شیعه امامت را از اصول دین میدوند، این طور نیست، بلکه اون از مسائلی است که به مردم واگذاشته شده است. یعنی الله تعالی به مردم واگذاشت، پیغمبر هم بعد خودشون به مردم واگذاشتن که خودتون انتخاب کنید. دیگر من این راه سفید رو براشون بیان کردم، دیگر خودتون طبق همون بین خودتون راهبرتون انتخاب کنید، دیگر زندگیتون رو پیش برید. مثلا بعد پیغمبر علی هم انتخاب کنم، ما میگفتیم علی، مردم انتخاب کردن علی را، یا اینکه ابوبکر انتخاب کردن، ما قبول داریم، عمر هم انتخاب کردن، ما قبول داریم. یعنی اما مشکلی اینا چی هست؟ اومدن امام بالای قرآن قیم گذاشتن. امام بالای قرآن گفتن که امام فقط قرآن رو میفهمد، خطاب قرآن برای امام است، باید ما به واسطه امام باید قرآن رو فهمیم. همین خیلی گفتن که چیزای مشکل کرد. یعنی استاد دیگه هم اختلاف ها یعنی اساسش همین از همین بله سرچشمه یعنی کی امام شود، یعنی آنها گویا که امام یعنی خلیفه. اصلا خداوند پیامبران رو انتخاب کرده است. یعنی امام حاکم از طرف مردم. استاد جزاکم الله خیرا، خداوند اجر و پاداش نیکتون دهد. واقعا دوستان صحبت شاید خیلی طولانی باشد ولی مهم بود. اختصارم کردم خیلی راست. بله. اکنون استاد تصور کنید 1400 ساله و در یک ساعت همش خوش رو بیان کردن، از بین اینقدر کتاب ها و ها جدا کرده بیان کردن هم کار آسان نیست. ولی الحمدلله استاد از کتاب شیعه های معتبر و معتمد از کتاب خودشون ذکر کردن. اینقدر اختلاف ها و اینقدر بین خودشون که تفریقه ها شده گذشته بود، خیلی سردی تاریخی مهم بود. استاد دعا میکنیم که خداوند اجر و پاداش نیکشان دهد. خیلی دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی جامعه ما رو، جامعه اهل سنت و جماعت، جامعه تاجیکستان رو بر اتحاد، متحدی، بر همون عقیده که ما داریم، عقیده اهل سنت و جماعت، دوستداری پیامبر صلی الله علیه و سلم، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم، الله ما را استوار گرداند. و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی جامعه ما، جامعه اهل سنت و جماعت، جامعه تاجیکستان را بر متحدی استوار گرداند و یک سرجمی جامعه این برنامه سبب شده باشد. ما که الحمدلله
دوستداری پیامبر صلی الله علیه وسلم و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم هستیم و همچنین یاران بزرگوار پیامبر صلی الله علیه وسلم شیخین ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنهم و جمیع صحابه ها هستیم. الله حق سبحانه و تعالی ما را بر این عقیده صحیح و عقیده درست استوار گرداند. الله نگهبانتان باشد دوستان گرامی. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.